إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرین. آیات گذشته الله متعال حالات ربانیون ذکر کرده بود که به همراهی پیامبران علیهم السلام جهاد میکردند و مردمانی بودند که اعمال خود با وصفی که اعمال نیک انجام داده بودند بازم ترس از الله متعال داشتند و خود گناهگار فکر میکردند. از الله متعال سوال بخشش گناه ها را میکرد و خصوصا ثابت قدمی در راه دین الله متعال و جهاد. از این واضح میشه که انسان اتکا برای اعمال خود نکنه که ما این قسم اعمال انجام دادیم و این قدر غلبه را حاصل کردیم یا پیروزی را حاصل کردیم. القاب به خود ندهند بلکه همه امور به الله متعال بسپارند. آینده خود در فکرش باشه که آینده چه قسم میشه، آیا در مقابل دشمن پایدار باقی میمانیم مستحکم یا نه که ما نعوذ بالله خطا میشیم، پای ما میلغزه. از او خاطری درسی بود که ما پیروی از همچون مردم ها باید بکنیم، یعنی در میدان جهاد و مبارزه همیشه خود غالب فکر نکنه که این غلبه امر ذاتی خودم است بلکه از جانب الله متعال است. خود گناهگار و قاصر فکر کرده از الله متعال ثبات و پایداری را در راه دعوت و در راه جهاد از الله متعال سوال بکنه. الله متعال زمانی که اخلاص و صداقت امچو طایفه ها را دیده بود، نه تنها که پاداش دنیوی را که غلبه و نصرت بود بلکه حسن ثواب آخرت هم الله برشان نصیب کرده بود. واقعا کسی که به عمل خود طلب آن چیزی را میکنه که در آخرت برش نصیب شود، الله دنیایش هم خوب میکنه و آخرتش هم خوب. ولی کسی که تنها دنیا را طلب میکنه تنها دنیا برش میرسه. بعد از الله متعال بیان یا محبوبیت ازی را بیان کرد که محسنین الله دوست داره و محسن کسی است که هر عملش خالص به خاطر رضای الله متعال و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این ترغیب بود که کامیابی و غلبه همیشه حاصل به دو چیز میشه، یکی که عمل خالص به خاطر الله انجام بدیم و دوم قدم به قدم پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این آیات الله متعال مسلمانان را منع میکنه از اینکه پیروی از منافقین بکنه. دو قسم مردم می باشه، یک مردمای می باشه آدم دیگه هم ترغیب میده، جرأت میده، حوصله مندی میده که در راه دعوت و دین خوب مستحکم شود و خب دیگه هم تیز شود در این مورد. لیکن یک تعداد مردم اینطور است که وسوسه های را، احتمالات را پیدا میکنه که مانع اقدام تو میشه. زمانی که تو دعوت دین میدی هزار قسم کوها را دم روی پیش میکنه که اینطور میشه اینطور بشه. انسان به وسوسه های شیطانی را نده. این نمو منافقینی است که میخوان مسلمانان را متزلزل بسازه. در راه دعوت دین انسان باید مصمم باشه، به الله متعال اتکا بکنه تا زمانی که ما به خط استواری پیامبر صلی الله علیه و سلم روان باشیم هیچگاه خلل بر ما وارد نمیشه. اما زمانی که اینی مسیر ترک میکنیم باز اونجا دوچار مشکل میشیم. حالی هم شما وقت مبارزه را شروع میکنی یک تعداد مردمانی هستند که در قلب وسوسه میندازه، ولی اگر این دعوت شروع کنیم باز مردم ما را بدنام میسازه، باز نمیشه، باز نمیچلیم. این گپا را کلش بیان میکنه. سالا سر ما تیر میشه با وصفی که اسلحه علم امروی ما موجود است، اسباب علم موجود است، اما یک نفری قریبی خود اصلاح عقیدهش نتونستیم. علتش است که برای ما اینمی شیطانا وسوسه میکنه که والا اگر این گپ اظهار کردی به این گفتی باز شایع میشه، باز تو را بدنام میکنه. انسان به این اتکا نکنه، عزم راسخ داشته باشه برای خالص به خاطر رضای الله و دعوت دین شروع بکنه، ولو که یک نفر باشی. دی فکر نکو که ما تنها هستم، مردم قطم نیست، هماهنگ نیست، مردم نپذیرفته مرا. این گپا را او طرف بگذار، فقط تصمیم بگی و به خاطر رضای الله قدم بگذار. در او زمانم برای از اینکه مجاهدین از پا بیفتن یک نوع شبهات برشان در قلبشان پیدا شده باشه،
منافقین عجیب تبلیغات میکردن، میگفتن سیکو با یک لشکر مجهز 1000 نفری کی 313 نفر مقابله بتانه. باز میگفتن سیکو میدان جنگی از وا خیلی قوی است. باز میگفتن و اسلحه خیلی زیاد داره. باز میگفتن تعداد زیاد داره. باز میگفتن که ما خو پشتی پناه نداریم. 1000 قسم حیله و بهانه ها را میکرد به خاطر که در قلب مسلمانا نعوذ بالله همت از بین بره و یا متزلزل شوه، مورالشان از دست بده. الله متعال میگه اینطور مردم ها را پیروی نکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما تابعداری و کسانی را بکنه که کافر هستند، یردوکم علی اعقابکم، شما را باز میگردانه با پاشنه هایتان، فتنقلبوا خاسرین، باز دیگه باز میگرده در حالی که سخت تاوانی شده باشه. الله متعال که کدام عمر براتان داده، موقف براتان داده و ایمان هم الله براتان نصیب کرده، به این خاطر که از این استفاده بکنه در راه دعوت دین. حالی دیگه تبلیغات دشمن شما گوش نگیره، بر از وان نبینه. در این مورد مفسرین دو نظر داره. بعضی میگه این تبلیغات مشرکین مکه بود که وا خیلی سر و صدا را انداخته بود، یک تعداد مسلمانان را میخواست پس نعوذ بالله در شرک مبتلا بسازه. اما راجح قولی است که نه، مراد از کسانی که کافر هستند یا منافقین هستند، خصوصا در رأسشان عبدالله ابن ابی ابن سلول که هم دعوت زبانی میداد، شبهات مینداخت و همچنان نعوذ بالله وسوسه های را ایجاد میکرد که سبب ضعف مسلمانان میشد و هم عملا همی کار انجام داد. هنگامی که در مسیر جهاد میرفت با 300 نفر دور خورد، گفت ما پیغمبر مشوره ما را قبول نداره، ما را به اندازه پریکا اهمیت نمیده، نه گپی ما میچله، چی کنیم در اینطور لشکر؟ ما خود در مقابل اینقدر اسلحه بزرگ، اینطور فوج مجهز روبرو شویم، رنگ مرگ حتمی است، این مقابله امکان نداره. الله متعال مؤمنا را فرمان میده، واره نمیگه که چی میکنه. منافقین در هر صف می باشه و همین تبلیغات همیشه کرده رایسته، خصوصا اون مردمایی که همیشه دانخور اینمی قسم قدرت های کفری و طاغوتی است. شما خبر داری زمانی که روسا آمد، کسانی که نعوذ بالله عقیده کمونیستی در ذهنشان خطور کرده بود و میگفت در مقابله تیاره و تانک با چرایی استاد شدن و مشکوش هیچ امکان پذیر نیست. اما الله متعال مجاهدین همت داد، امو ابر قدرت در زانو نشست و الحمدلله افغانستان مقبری روسا گشت. کمونیسم گیلمش از دنیا چینده شد. همین دنیای غرب هم که آمده یک رقم تبلیغات بود که حتی در اتاق نفر مشخص کرده میتونه. حالی مبارزین در دشتا قطش میزنه، هیچ کس او را چیز گفته نمیتونه که علی تور کامرا داره که این تبلیغات، این شایعه پر افغانی، این کلش نعوذ بالله در ضد اسلام است و سخت خطر است برای مسلمانان. اما کسایی که نمی قسم ذهنیت داره هیچ وقتی گپا نزنه، مسلمانان را مورالش ضعیف نکنه، ولا چطور میشه چطور نمیشه. تو اگر عقیده قوی داشته باشه، اتکا به الله متعال بکو، الله نصرت و پیروزی را نصیبت میکنه. در طول تاریخ جنگایی که در بین کفر و مسلمان واقع شده، هیچگاه لشکر مسلمان با کفر برابر نیست، نه در شمار و عدد و نه در اسباب و وسایل و نه در فوجای مجهز و تمرین شده، هیچگاه برابر نیست. اما مسلمانایی که مصمم بودند، همت داشتن در مقابل زدن، الله متعال نصرت و یاری را نصیب مسلمانا کرده. چرا؟ عقیده مسلمان است که اسباب تاثیر نداره تا وقتی که الله متعال دو تاثیر نندازه. نصرت از جانب الله است. پیش ما و شما آیات تیر کردیم که حتی ملائکه الله روان میکنه صرف به خاطر اطمینان ظاهری در قلب مؤمنا پیدا شود، وگرنه اصل نصرت از جانب الله متعال است. قرآن برای ما درس داد اگر دنیا یک دم با وسایل مجهز علیه اسلام قیام بکنه و امرای تو هیچ چیزی موجود نباشه، الله متعال فقط همین قدر برات گفته که وعد لهم ما استطعتم، به اندازه توان چیزی را جمع کو، ولی بعد از او اتکا بالای الله بکن، مبارزه تا دوام بده. از امو خاطر مثل که در رفتن سنگر جهاد اینمی شایع افغانی خیلی زیاد تاثیری غلط و منفی داره و از طرف منافقین و بزدل ای گپا زده میشه. اینمی قسم در راه دعوت هم یک تعداد مردم آدم آنقدر مایوس میسازه که پرسان نکو، خلاص تو را طوری معرفی میکنه که اگر گپ بزنی مردم تو را اعدام میکنه، حالا که او گپ نیست.
دعوت دینی تا ادامه بدی، الله متعال نصرت میکنه. تو فقط در یک بیرانه سخن حق بگو، یک روز میشه که اونمونجا الله متعال مو سخن سبز بکنه، نفری پیدا شوه که دمو بیرانه دفاع از سخن حق تو بکنه. ما یک تعداد دوستا رو داریم خوب علم هم داره، اما آنقدر متزلزل مشوش والا چطور میشه چطور نمیشه. مردم ما را به یک نام دیگه، این نام خیلی چیست، وهابی میگه، بگو چی میشه؟ حالی به گفتن مردم تو وهابی میشی؟ وهابی کی هسته؟ حالی تو خو حق دین حق دعوت میدی به مردم، منهجت واضح است، مسائلت معلوم است، به مردم بگو اینی رایم است، اینی عملم است، اینی کردارم است، اینی عقیدم است. مردم هر چیز برات میگه. اگر پیغمبر از این نعوذ بالله وسوسه ها میترسید دیگه، میگفت که مرا باز شاعر میگه، مجنون میگه، کاهن میگه، ساحر میگه، قرار میشیش در خانه خود، هیچ مبارزه را ادامه نمیداد. نه، قرآن برای ما میگه پیروی از این منافقین نکنه. چرا؟ اگر کرده شما را باز میگردانه به مو پاشنه هایتان، به مو بدعت و شرک مبتلا، همیشه عمر تسیپری کو، ذلیل و خوار، نعوذ بالله، فتنقلبوا خاسرین. اسبابی که الله برات داده بود از پیشش استفاده نکردی، باز به الله جواب بگو. و عالم بان که تو کشته شوی، بان که تو بندی شوی، بان که مردم تو را قطع تعلق رابطه را قطعی تو بکنه که ما مرده و زنده قطعی تو نداریم، به خاطر که تو اینی دعوت میدی. لا اقل سند خو پیش الله متعال داشته باشه که یا الله ما از مردم جدا شده بودم به خاطر دینی تو. ولی چرا ما خدا نعوذ بالله وسوسه های شیطانی در قلب ما کوواری معلوم میشه، آرام میگیریم؟ نه 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 نه، شور نده. و اینمی مداهنت و نعوذ بالله بزدلی و جبنه ایره تعبیر به حکمت میکنه. ما به حکمت پیش میریم. حکمتی تو در 20 سالم تمام نمیشه. یک نفر عقیده توحید یاد نداره، عجیب حکمت است. الله متعال رحم بکنه. بل الله مولاکم، خلاصه سخن است. منافقین و مردمایی که در ظاهر همراه شما استاد هستند میگه همراه شما هستیم، لیکن باز هم میا مجلستان خراب میکنه، گپی را میزنه که تو خب قوی تصمیم گرفته که کار انجام میدم، او میا والا چطور میشه چطور نمیشه. یا دوستایتان نیست. الله میگه یا دوستایتان نیست. بل الله مولاکم، الله دوست شماست، ناصر شماست، کارساز شماست. هر سه معنا در اینجا است. کارسازی شما را الله میکنه به شرطی که قدم به خاطر رضای الله ورداشته باشه. و هو خیر الناصرین، الله بهترین امداد کننده هاست. امداد دیگه مردم احتمال داره قطع شوه، نکنه، وعده خلافی کنه و امداد شاید کامیابم نباشه. امداد الله متعال امداد است که امرایت بکنه. بازدهی طور موقعی که هیچ کس امرایت استاد نیست، یک نفر الله پیدا میکنه که طرفداری تو پیدا شوه و از تو دفاع بکنه، الله نصرت میکنه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، زود است الله میفرماید این نمو واقع است. ابو سفیان وقتی که رفتن پشت سرم میایه، این حمراء الاسد میگه در اونجا یک دفعه هوش در سرشان آمد که عجیب، ما میدان اعلا کردیم طرف مکه روان هستیم، در حالی که مسلمان ها را شکست دادیم، باید تا مدینه را تعقیب میکردیم که یارا بیخی ریشکن میساختیم، این چی سهو از ما شده. تصمیم گرفتن که پس بگرده، ولی الله متعال در قلبشان رعب انداخت. معبد خزاعی برش میگه، او گفت چی میکنی؟ او مسلمان نشده بود، خود طرف مکه روان بود. خیرت است. گفت ما قصد داریم که پس سر مسلمان ها. گفت مسلمان ها یک لشکر قوی مجهزه برابر کرده بود، در حمراء الاسد ما گذاشتم آمدم، شما علی قطع از او. الله متعال در قلب کفار و مشرکین ایتو رعب انداخت که حالی پایشان استاد نمیشد، زود طرف مکه میرفتن. یک نفر به نام مسعود چی کرد؟ پیسه را برش داد که برو اونجا تبلیغات کو که نه پشت سرتان میآید. الله متعال میفرماید که نه، شکست الله متعال برای کفار میده، تو هیچ خبر نداری. یک رعب امیالی از مسلمان ها چقدر رعبش در قلب کفار هست. با مجردی که اینمی ناتو با اینمی سلاح مجهزش که جنگ شروع میشه، امی افراد و عسکرایشان چیخ میزنه، فریاد میکنه، تالی نه مرمی خورده نه چی خورده، گریان میکنه. یا الله متعال ای رعب در قلبش انداخته. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرماید که 5 چیز برای ما داده شده که به دیگران داده نشده بود. یکی از او 5 چیز میگه رعب ما، هیبت ما در قلب کفار است چی؟ مسافه یک ماه را دور کفار رعب در قلبشان انداخته شده و توان مقابله را نداره. جنگایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در زمان خود انجام داده کل شاهد حال همی گپ است. سنلقی فی قلوب الذین، زود است که ما بندازیم در قلبای کسانی که کفروا کافران هستند، الرعب ترس و هیبت. چرا؟ وجه این رعب انداختن چیست؟ بما اشرکوا بالله، به سبب ازی که شرک بمرای الله متعال کرده. مشرک
یکی از جمله علتای ترس و بیم اینمی شرک است. نعوذ بالله. کسی که موحد واقعی باشه و در دم روی مردم استاد میشه. اصحاب کهف در پیش پاچای ظالم استاد شده بود. اذ قاموا فقالوا ربنا الله رب السماوات والارض. همینطور علنا ظاهر کردن. تاریخ گواه بالا عزیز است که یک فرد مسلمان در لشکر کفار استاد شده و عقیده توحید خود برملا اعلان کرده. عقیده توحید رعب مکمل از بین میبره. چرا از بین میبره؟ دلیل و وجه چیسته؟ چرا که موحد عقیده داره که هر چیزی برای ما میرسه از جانب کیست؟ در اختیار کیست؟ بس الله است. تا که الله نخواه هیچ چیزی برای ما نه صدمه نه ضرر برسیده میتونه. اما مشرک چون این عقیده ها را نداره متزلزل میباشه. الله شرک از قلبای امام دور کنه. این میام یک نوع شرک است که از مردم میترسیم که اگر این کار بکنم باز مردم مرا از امامت میکشه. ملاها خو این را باید بدانه شرک شاخ نداره. این شرک است که میترسی رزق اعتماد به الله نداری، صفت رزاقیت الله را تو عقیده نداری، میگی که البته از امامت کشیده شام بس دیگه روزی ما قطع میشه. تو سری الله اعتماد بکن الله تو عزت بده تا که پرسان نکو. سری دین الله غیرت کو. همین مسجد اله کو به می خاطر که مردم گپیت نمیپذیره. هجرت کو. انبیاء علیهم السلام هجرت نکرده و وقتی که هجرت میکرد در اونجا پدرشان کدام خیمه را برش تیار کرده بود یا کمکه؟ هیچ چیزی هم وجود نداشت و هجرت میکرد. لیکن تو چرا؟ ما تعالی را نشسته هستیم. عجیب نیست؟ مبتلا به شرک چی را میگه؟ این میره شرک میگه. اگر کسی میدانه، اگر نمیدانه و جدا مسئله است. شیطان برش جور میکنه که حکمت است. خب حکمت است. تو برش گفته برو که حکمت است. کل سرچشمه هیبت و رعب در قلب انسان شرک است. ما لم ينزل به سلطان او شرکی که نازل نکرده به بالای نمی شرک سلطانا اجنوا دلیل معتبر. سلطان او حجت میگه که جانب مقابل مغلوب شود. سلطان یعنی او دلیلی که غلبه حاصل بکنه او را سلطان میگه و دلیلی که غلبه حاصل میکنه او دلیل معتبر منزل من الله است. قرآن و حدیث دلیلی چی است؟ سلطان است. حجت قائم میکنه. بس قول احمد و محمود باز قابل اعتبار نیست. این تو در پیش بگی معلوم شد که معتبر در شریعت او نمود دلیلی است که او سلطان باشه غلبه حاصل بکنه. نه وگرنه جاهلا خو برای گپای خود هر نوع دلیل پیش میکنه خود دلیل شده نمیتونه. و مأواهم النار جای باش از آتش جهنم است. آخر الامرم طرف جهنم میره. و بئس مثوى الظالمین خیلی بد است جای باشی او کسایی که مشرک هستند. ظالمین همینجا مراد مشرکین هستند که شرک کردن، دعوت حق قبول نکردن، همیشه متزلزل زندگی کردن. ولقد صدقكم الله وعده. اسباب شکست عارضی مسلمانان را الله در اینجا انگشت نما میکنه. چرا مسلمانان یک شکست عارضی برشان نصیب شد؟ اول خو اینمی شکست تقدیر الله متعال است. حکمت های بزرگ دین هفته است و از طرف دیگه مسلمانان را تربیت میده. اینی طور شکست ها به این خاطر نیست که الله دشمنی با مسلمانان داره. در این طور مواقع بنده خود الله تربیت میکنه. ما و شما اگر در راه دعوت گاهی با مشکلات مواجه میشیم این معنی از این نداره که الله ما را دوست نداره و مخالف ما را دوست داره. این معنی از این داره که ما یک کمی پخته شویم، ما یک کمی محکم شویم، مستحکم شویم، ثبات و پایداری را یاد بگیریم که در مسیر دین الله همچو حالات بر انسان پیش میشه باید اینوی را متحمل شویم. قرآن کریم در اینجا بر ما بیان میکنه اسباب شکست مسلمانان را در 3 چیز بیان میکنه. یکی طمع در جمع کردن مال غنیمت بود که سبب شد برای کمزوری عزم و اراده. کدام عزم و اراده جهاد که بود دوستاش شد. دوم وجه را الله متعال در اینجا اختلاف بیان میکنه که ما باقی در سنگر در جبل رماد باقی بمانیم یا نمانیم. این اختلاف سبب نزاع شد که نزاع در بین صحابه واقع شد. یک تعداد باقی ماندند و یک تعداد پایین شدند. 12 نفر باقی ماند همراه عبدالله ابن جبیر. سوم وجه شکست نزاع در حکم پیغمبر بود. پیغمبر علیه السلام گفته بود به هر وجه شما امرای ما پایین نشوه، اموجه را حفاظت کنه و این سبب شکست اصلی مسلمانان شد. پس مخالفت امر پیغمبر علیه السلام سبب شکست شده. قرآن برای ما میگه اصلا این همو شبهه مسلمانان را دفع میکنه. مسلمانان میگه ما حق هستیم. چرا شکست خوردیم؟ الله میفرمه وعده خود الله راست کرده.
شما را غلبه حاصل کرده، لیکن شما خود گرفته غلبه را تبدیل و چی کرده؟ شکست کرده. توسط چی؟ سه چیز انجام داده. ولقد صدقكم الله، یقینا راست ساخت الله متعال وعده، وعده نصرت و کامیابی خدا. کی؟ در اول ابتدای جنگ، استحسونهم، در آن وقتی که شما قتل میکرده. حس میگه قتل کردن بیخکن که هیچ چیز باقی نمانه. در آن وقتی که میکشته شما در اول جنگ، باذنه، به حکم و فرمان الله متعال. و همی قسم ادامه کرد، غلبه مسلمان ها کم کم ادامه پیدا کرد. حتی اذا فشلتم، تا ای که شما بزدل شده، کمزور شده، به همت شده. و تنازعتم، با یک دیگر اختلاف کردید. فی الامر، در حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعضی تان گفته باقی میمانیم، بعضی تان گفته که نه، آلی ضرورت برای بقا نیست. و عصیتم، نافرمانی کرده از حکم و فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. من بعد ما اراکم، پس از اینکه نشان داد براتان الله متعال ما او غلبه را، تسلط تحبونه، که شما دوست داشته که غلبه حاصل کنه، اما غلبه براتان معلوم شد. چرا؟ کفار در حالت فرار می دیدید، چه از او خاطر شما آلی کو خود گرفته نتونسته. منکم، بعضی از شما، من کسی بود یرید الدنیا، که اراده دنیا را داشت. و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما کسانی بود که اراده آخرت داشت. مراد از دنیا چی است؟ در اینجا یک تعداد مردمی که نعوذ بالله در شان صحابه طعن و لعن میگه سیکو آیت قرآن شاهد است که الله میگه که وا دنیا پرست بودن. لیکن ما میگیم که هر کس این نسبت به صحابه میکنه غلط میکنه. حقیقتش قلبش مریض است، نمیخواه که صحابه را در کدام منزلتش است باقی بگذارشه. و همیشه همی کار کرده. یا چوچه های یهود هستن، سند دین ما را مطعون میسازه، جرح میکنه که دیگه اصل دین ما باقی نمانه. ما از یا سوال میکنم که آیا اگر امی صحابه در سر کو باقی میماندن، آیا از مال غنیمت برشان میرسید پوره، یا نه که ناقص میرسید؟ پوره برس میرسید. چرا؟ کسی که در جنگ، در هر شاخه جنگ موجود باشه، بعد از جمع کردن غنایم کلگی در سهم چی هستن؟ برابر هستن و همو برشان میرسن. نه، اینجا مراد از دنیا اینمی شکست کفار و غلبه مسلمان ها بود. آن چیزی را که صحابه توقع داشتن، البته در ضمن غنیمت یک امر طبیعی است. هر کس که دشمنش مغلوب شوه، خامخا از او توقع داره که اسلحه‌اش و مالش، داراییش در او باقی بمانه. این ضمنی است. اما اصلی مقصد صحابه اینجا که مراد یرید الدنیا میگه، او نمو شکست کفار و غلبه مسلمان ها بود. غنیمت در ضمنش بود. چرا؟ اگر این مقصود می بود صحابه بیازو برشان غنیمت داده میشد. لیکن الله متعال تعبیر به این خاطر کرده که در شاگردای پیغمبر صلی الله علیه وسلم امی قدر گپم مناسب نبود. باید اراده از آنقدر پاک و صاف می بود که در قلبشان مال دنیا خطور هم نمیکرد. لیکن بعد از شکست کفار یک نوع جمعآوری غنیمت در شان از یا مناسب نبود. اگرچه در شان دیگرها این ثواب است، این عبادت است. چرا؟ جمع کردن غنیمت یکی از جمله فرایض جهاد است، از جمله کارا و فعالیت های جهادی است. این گناه نداره، لیکن شان صحابه بلند بود. چرا؟ و شاگردای مستقیم پیغمبر بود. ذهنیت و مفکوری از او باید گاهی هم خطور طرف مال دنیا قطعا نمی داشت و باید همتشان بسیار عالی می بود. از امو خاطر صحابه را در هر موقعی که کمکی کجی از صحابه کرام شده، الله متعال او را سرزنش کرده، تنبیه داده. ولیکن اینمی قسم وقتی که برای مخالف موقع و زمینه طعن برابر میشه، الله متعال اونمو طعنم دفع میکنه نه پشت سر. ولقد عفا عنکم میگه خلاص. ابی قدر گپ هم اگر صحابه صادر شده، الله عفو کرده خلاص. آلی به کسی دیگری موقع نمیده الله متعال که در شان صحابه گپ بزنه. قرآن کریم همی گپا را بر ما میگه. و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما کسانی بود که اراده آخرت داشت، یعنی به عمل خود فقط عملی را خوش داشتن که در آخرت کامیاب باشه، و باقی ماندن امو تعدادی بود که در جبل الرمات باقی ماندن و در قصه از این نبود و میگفت اسلام پیروز شوه، غنیمت جمع شوه یا نشوه. ثم صرفکم، بعد از او گردانید الله متعال غلبه شما را عنهم از کفار. تا او وقت غلبه روان بود. خب که شما خودتانی کار مخالفت کرده، نافرمانی حکم پیغمبر کرده و یک کمی توجه شما طرف مال غنیمت پیدا شد، الله متعال گردانید. حالی ببینید چی درس عظیم است برای امت اسلامی. زمانی که تو اراده
آخرت داری، اراده دین الله را داری، باز الله تو را عزت داده رایست، دنیا و غلبه مکمل ضمناً برات آمده رایسته، هیچ نوع بری تو دیگه مشکل پیدا نمیشه. خود تو فقط خدمت دین الله را بکن، این بالکل واقعیت داره. تو همتت باید عالی باشه، چیزی را طلب بکنی که او ارزش خیلی قوی داشته باشه. خونی تو این قدر بی ارزش نیست که در مقابل مال غنیمت مصرف شود. خونی تو خیلی ارزش قوی داره به نزد الله متعال. بر ما درس است، با مجرد که انحراف کمک میآید الله متعال نصرت خود میگردانه. امروز الله نصرت خود از مسلمان ها گردانده. چرا گردانده؟ دین خود اعلا کرده، منبع اصلی دین خدا بالکل فراموش کرده. قرآن و حدیث هیچ کس در قصهش نیست. آرا و نظریات دموکراسی را مردم ارزش داده رایسته، دعوت برای دموکراسی میشه. امروز ببینید در وطن ما چه حال است، مردم کدام طرف دعوت داده رایسته؟ خواهرایی که سالا بعد رویشانه کسی هم دیده نمیتونست و به خاطر خوش کردن امریکا و غرب آواز خود در سرکا بالا میکنه. نمیبینی همین حالتا نیست؟ چطور غضب الله متعال سری اینطور مردم نازل نشوه که او سالا خاندان مسلمان تیر شده و امروز خدمت برای کافر میکنه؟ این چه قسم حالتی است؟ الله در یک نافرمانی صحابه امو غلبهشان یک طرف میشه، هزیمت برشان میرسه. لیکن امی هزیمت هم به خاطر از این نیست که الله صحابه را دوست نداره. لیبتلیکم، حکمت در است که شما را امتحان بکنه. فرق مومن و کافر، فرق منافق و مومن مخلص مکمل در اینجا میشه که کی اراده پاک و صاف داره و کی یک کمی خشخش داره. ولقد عفا عنکم، یقینا عفو کرد الله متعال از شما هر نوع خلل یا نقصانی که در اینمی جنگ واقع شده. الله متعال میگه ما براتان عفو کردیم. از امو خاطر حاتب ابن ابی بلتعه وقتی که خط داده بود دو زن و پس از او پیامبر علیه السلام جبرئیل امین برش آمد، حالات برش بیان کرد. علی رضی الله عنه را با دو صحابی دیگر روان کرد و در موقع خاخ امو زن گیر کردن و خط از پیششون گرفتن. پس که خط آورد از طرف حاتب ابن ابی بلتعه بود، صحابی جلیل القدر بود. عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله اجازت کو که سرش بپرانم. پیغمبر علیه السلام میگه بدری و به بدریا الله گفته که اعملوا ما شئتم، عمل بکنی آن چیزی را که شما خوش داری، الله شما را عفو کرده. قرآن کریم یک درسی که در اینجا برای ما میده، صحابه خو معصوم نیست بلکه از وا گناه ها صادر شده، حتی گناه کبیره. ماعز رضی الله عنه زنا کرده اما الله متعال صحابه را محفوظ نگاه کرده. آخر الامر الله توفیق توبه را برشان نصیب کرده. موقع و زمینه طعن و جرح را برای آینده ها نگذاشت الله متعال، دروازهش مسدود کرده در مقابل صحابه.